امروز در دوشنبه در یک همایش کم سابقه خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی از روز جهانی آزادی بیان مشترکاً تجلیل کردند. آنهایی که در نشست گرد آمده بودند تا رفت مشکل شدن اجرای مسئولیت‌های خبررسانی برای ژورنالیستان از جمله در تاجیکستان را تاکید کردند. عین زمان کوین کوورت کاردار سفارت آمریکا ضمن صحبت با رادیو آزادی شرایط دسترسی به اطلاعات را در تاجیکستان قانع کننده نامید، اما گفت چند مشکلی هست که در کار خبرنگاران تاجیک احساس می شود. Здесь можно улучшить условия для развития независимых СМИ. در تاجیکستان بهبود وضع مطبوعات مستقل امکان‌پذیر است. نه تنها از نقطه نظر سیاسی بلکه همچنان از نقطه نظر آموزش، مثلا آموزش زبان انگلیسی و یا تنظیم همکاری با رسانه‌های خارجی. خلاص امکان تشکیل هر گونه برنامه‌ها برای بهبود صفت مطبوعات информирование граждан Таджикистана. خبرنگاران توجیک دسترسی به اطلاع را در سالهای آخر دشوار ارزیابی میکنند و میگویند تلاش‌های تامین امنیت و مبارزه با تروریسم و آزادی بیان تاثیرگذار شده است. مقامات توجیک در این نشست اعتراف نمودند که در کار رسانه‌های خبری تاجیکستان بعضی محدودیت‌ها جاری کردند، ولی این محدودیت‌ها به گفته آنها به خاطر مبارزه با تروریسم و افراطگرایی امر ضروری است. ضمن در فهرست کشورهای دارای آزادی بیان تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 149 قرار دارد.